فقط با خط کشیدن میبینید که شیپ و شکل خانوم رو در میاره. یه قوسی بهش میده که اون حالت سه‌بعدی بشه و حالا قسمت پاها، دستها و قسمت سر رو هم با اون قلمش یه پیچ میده و کار رو در میاره. حالا یه خانوم دیگه میخواد بکشه، واقعا حرفه‌ای هست. قسمت پا یه شالی هم دور خانوم پیچیده. ایول، اینجا میخواد یه گربه دیگه بکشه فکر کنم. بله، و قسمت سر و با اون قوس قلمش گوشو در آورد. ایول، حالا طرح بعدی چیه؟ یه پرنده است. آره، واقعا این قوس این قلمش رو خیلی خفن میکشه و روی شاخه ها نشسته. طرح بعدی چیه؟ فکر کنم روباهه. اینم از دومش. نه، اینم گربه است. آره، ایول.